بدونن شیطون بره چه اقگولو میزنه. بهونه نیار، چه شیطون فقط تو رو گول میزنه؟ نه بابا من بعد وقتا گول میزنه، تو میکنه شیره میکشه، بابا اونو همش جریشون میشه. کدوم آدمی تو راه کلاس تواشی و احکام میره از بقالی محلشون دزدی میکنه؟ از اون مسجده که میری خجالت نمیکشی؟ کلاسمون تو مسجده، بقالیو خیلی پول داره، همش میرن کویت و دویت. من و سارای محمدی و مریم اکبری میری، مریم اکبری حواسش پرت میکنه، ما چیو برمیداریم میدازیم میبریم تو مسجد با بچه‌ها میخوریم، به معلممون میدیم. این چیه پوشیدی؟ این ساق دسته مربیمون گفته از مچ دستتون به بالا هیچ نامرهمی نباید ببینه. من از ساق پوشیدم. باریکلا، یادت نره دزدی نباید بکنی؟ درسمون همینطور به اونجاش نرسیده. امروز یه درس جدیدی یاد گرفتیم، البته بسه. همین الان میریم معذرت خواهی میکنیم، هرچی هم که دزدیدی میگی من پولش حساب میکنم. بدو. به جون خودت میشه یه دونه بردارم برای خودم بقیه‌اش پس بدی؟ همین یه دونه فقط. جون نگاه برای تو چی برداشتم؟ نگاه 2 تا رنگ. اینا چیه؟ به درد میخوره. را دستم بود، جلو دستم بود برداشتن، چسبیدن خودشون به دستم. دی اصلا تو از کجا فهمیدی من دزدی کردم؟ اصلا چون که بقالی اومد دم در خونه مامان بابات نبودم، من در واکه. می‌خواستی بگی اونجا خونه ساسانی نیست، می‌خواستی بگی سیقه اینا بار کردن رفتن یه جا دیگه. به جون خودت تو که مهربون هستی، پول او پفکایی که هر رو می‌زدم میگفتم بزن به حساب آقای ساسانی حساب می‌کنی؟ اوه هم دزدیدی همینجوری حساب گرفتی ازش؟ دی 50 نفر تو کلاس احکاممون هستن، تعدادمون زیاده. تو چه ربطی داره؟ مگه تو باید پفک میگفتیم بزن به حساب.